که از مغازه ها میخریم بعد از اینکه میجوشونیم یه لایحه روش میمونه، لایحه‌ای از کاغذ. بعد که میمونه این ظرف، صبح که میخوایم تمیزش کنیم با سیم ظرفشویی هم لکه هایی که روی ظرف مونده از شیر پاک نمیشه. خیلی به سختی. آیا داخل این شیر چی میریزید که اینا تولید میشه؟ کاغذ، چسبه. میخواین چه بلایی سر مردم بیارید؟ میخواین بکشینشون؟ خب یه شیر پاستوریزه چرا باید یه همچین چیزی توش باشه که ظرف حتی با سیم ظرفشویی هم پاک